به نام چرخاننده جهان. امروز در خدمتتون هستیم با دومین قسمت از داخل کندو چه میگذرد یا داخل کلونی چه خبر. ببخشید ما در فضای آزاد هستیم. عرض کنم خدمتتون ما در دگردیسی زنبور عسل اگر بنگریم 3 مرحله داریم تا زنبور عسل به حشره کامل تبدیل بشه. اولینش تخم است. همه تخم‌های داخل کندو، یعنی ملکه وقتی تخم میذاره همه تخم‌های داخل کندو تا 3 روزگی از ژله رویال استفاده میکنند. بعد از 3 روزگی تبدیل به لارو میشن و تا 9مین روز لارو هستند. خب دیگه از ژله رویال استفاده نمی کنن مگر اینکه بر اساس دموکراسی داخل کندو تصمیم گرفته باشه که اون تخم به ملکه تبدیل بشه. حالا اون رو در یه برنامه جداگانه خدمتتون عرض می کنم. از 9 روزگی به بعد به شفیره تبدیل میشن. خب از تخم تا حشره کامل کارگر 21 روزه، از تخم تا ملکه حشره کامل ملکه 16 روزه و از تخم تا حشره کامل زنبور نر زنبور نر 24 روز میگذره. خب و داخل کندو میان بیرون، یعنی حشره از داخل شانا میان داخل کندو. خب بعد از اینکه اومدن داخل کندو زنبور کارگر 21 روز دیگر در کندو میمونه. چیکار میکنه این 21 روز؟ 1 تا 5 اولش به نظافت در داخل کندو میپردازه و آشنا میشه با کندو. خب از 5 تا 12 روزگی غددش تکمیل میشن برای تولید ژله رویال که به تخمهای 1 تا 3 روزه ژله رویال میده و یه عده‌شون هم مأمور میشن که به ملکه ژله رویال بدن. از 12 روزگی تا 21 روزگی، حالا اعداد رو یکم دقیق نمیگم به خاطر اینه که یکم هم حضور ذهن ندارم، هم برای اینکه براتون وسواس پیش نیاد. از 12 روزگی تا 18 روزگی از 12 روزگی تا 18 روزگی زنبورای کارگری که بیرون اومده بودن از داخلشان و هنوز بیرون نرفتن